روز صلح حدیبیه مشرکان از این جانب می بیایند، مسلمان ها از این جانب اکنون باید صلح امضا کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم احرام حج دارن، پیامبر در صلح پیشنهاد میکنن، میگن با آن شرط صلح میکنیم که تو حج نمیکنی. میگه شما صلح میخواهی؟ میگه بله. میگن بله. میگه من حج نمیکنم، همینجا میگردم. همین شما اگر تینجی خواهی، پیغمبری ما تینجی میخواه قسم به خدا. ای صلح حدیبیه پیامبر در احرام میگرده مدینه میبیو، حج نمیکنه. همین میگه شما صلح میخواهی، نه من حج نمیکنم. همین سال عبادت خدا را میمونه. میکنن صلح امضا میکنن. همینجا موندگی که از محمد رسول الله. میگن نه رسول الله شگیر، ما برای رسول بودن تو جنگ داریم. محمد خالی ما. کاتب حضرت علی بوده یک روایت ده، یک روایت حضرت عمر. اینو میترسن که رسول الله شو توزه کنن. میگن رسول الله را میگیری بعد اگوار میشوه، این بین دشمنه. محمد خالی میمونی صلی الله علیه و سلم. همین پیشنهادات میکنه. حضرت جوهر میگیره، قلم میگیره، میگه مایلش بیاری. جناب پیغمبر رسول الله را خاک میکنه، تازه میکنه. محمد خالی میمونه. تازه کردن همین ده که سوره فتح نازل میشوه، محمد رسول الله. و شما میخواهی که نام حبیبی من در دگوار گیره؟ من نام وی در قرآن محمد رسول الله میگم. هیچ کس نام رسول الله را گرفتن نمیتونه در این دنیا. وی رسول خدا ایو. همون روز دشمن ها گرفتن، سوره فتح دا آمد، محمد رسول الله خدا بود. این محمد رسول من ای والذین معهم. قطعی و این نفرای هستن که کفر بعد میبینن، نفرای هستن قطعی و که مسلمان میگن، اونا بیرحمی را بعد میبینن، بی انصافی را بعد میبینن. اشداء علی الکفار، اینا ریشه کفر میکنن. الحمدلله از او سرزمین بخارای ما مسلمان زمین شد. مقصد که خدا داده رسول اکرم، این به انتخاب ما نشده. ما امتی او شدگیم، شکر کنیم. همون روز نام پیغمبر رسول بودنش در صلح حدیبیه میگیرن، تازه میکنن، اما خدا در تاریخ میگه محمد رسول الله. و من انتخاب کردم میگه خدا. تو میخواهی، تو نمیخواهی، تو حکمی او را بد میبینی، تو شریعت او را قبول میکنی نمیکنی، شریعت او در دنیا میمونه. میخواهی نمیخواهی میمونه. خیلی ما هممون از طفیلی نکاح شریعت او به دنیا آمدیم. یک مورچه میبیاید سلیمان پیغمبر من میکنه، داستانش در قرآن است. یک مورچه سلیمان پیغمبر من میکنه. لشکری سلیمان پیغمبر میگه که ایتا نگذر که مورچه های ما کار میکنیم، تو ما را میجقی، او را خدی گذر. یک سلیمان پیغمبر مورچه گردن نمیته که مهمانت میکنم. میگه تو میدونی من چند قدر سپاهی دارم، تو میدونی که من چند قدر پیشروی دارم، من حکمت عجینه دارم، من حکمت اینس دارم، من امروز ملک دنیاام. مرا تو میدونی سیر کرده میتونی منه؟ بچی میته اینون؟ گوده یا ملخ بسایتا، همون ملخش که گردن نمیته بو. موره شنیده ای که سلیمانی وقت را بر عقد خود برانی ملخ کرده مهمان. تو فهمیدی میگه سلیمان با این قدر حکومتش مورچه میگه که یک لینگ ملخ خدی سیرت میکنم. معنیش اینه که همت بلند گیره. سلیمان مورچه پس نمیبرده پیشش. با وجوده که ما 124,000 پیغمبر در یک روایت داریم، 360,000 پیغمبر در یک روایت دیگر داریم. یگان پیغمبر مردنش در قرآن آمدگی نیست. یک پیغمبر مردنش در قرآن آمدگی سلیمان است. یگان پیغمبر مردنش در قرآن نیامده. حتی که دیگهای آش میپختگی سلیمان قدی شورباش الپینیستان میشوشتیان با بندا خمیده.
قادرات و سیاد میگه قرآن. دیگاش میگن میخه به بندو میخمیدین میشوشتین که هر یک دیگش تا 33 متر در زمین بده. انا میخه نون میداده. حکومت دنیا در دستش بود، جین در دستش بود، پرنده ها، چرنده ها، رستنی ها گپ میزنن. اما خدا انا میخل پیغمبری بزرگه که یگان پیغمبر ایخل قدرت نداده. خدا مرگش در قرآن میبیاره، در سری عصا جانش میگیره. این برای ما عبرت است. یگان پیغمبر مرگش در قرآن نیامده، فقط سلیمان. میگه ای ثروتمندا، امروز دنیا حسابات کرده برآمدین تمام ثروت دنیا 8% ثروت سلیمان بوده. انا میگه ثروت داشته، 600 تا زن داشته حضرت. عبادتخانه میندازه، زمین قدس میندازه، حکومت خدا، لشکر خدا. شمال خطی و گپ میزنه، آسمان ابرها گپ میزنن، زبانی همه چیز سلیمان میدونه. در سر منسعه عصای حکومتش جانش میبره، 40 روز میایسته. بعد از او خدا موریانه کرمی چوبخره امر میکنه که عصاش بخویه که خواهیده تگی دستش میبره که عصا میشکنه و سلیمان از عصا میبیا در زمین میزنه. نه حکومت عجینه میمونه و نه حکومت اینس. خدا میگه دولت سلیمان به یک کرمی چوخر شکست دادو. ما در پیش قدرت خدا هیچیم، قسم به خدا. یک ویروسی کرونا برآمد، اثبات کردین که یک شکل را میگیری، جدول شکلش هم میدونی 1 میلیمتر 1000 تقسیم میکنی، 10,000 تقسیم میکنی، ای 10,000 تقسیم یک دانه همون کرونا ویروس بوده. ایرپورت های دنیا را بست، سلام کنی را بسته، آغوش را بست، در فوک همه ملطبه. سلام نکی میگذاره، ای نفس میگذاره، نشینی میگذاره، این نکنی میگذاره. میلش جنازه ها را بست. مردم جنازه های دوستاش هم به طریق ایما و واتساپ دیدن. آدمایی که 40-50 سال در خانه هاشون خدمت کردن، حتی حوالیاشون درآوردنی نموندن شونا. یک همین قدر ما شر نیست اگه جبرائیل همین با یگان سپاه اسب زمین بیاید. یک ویروس کرونا کسی نمیبینه دنیا را میبنده. سلیمان پیامبر یک کرم دولت شکست میتیه. همون روز منسعه را میشکنه، همون تا میغلطه در زمین، تمام حکومت از دست میروه. از این ذات حتی پیامبر دیگه نمیبیا. ما از خدایم، به سوی خدا باز میگردیم. همه چی ای خدا های. این سلامتی از خدا های، این اندام از خدا های، این جسم از خدا های، این زمین از خدا های. قسم به خدا این نیرو از خدا های. لا حول ولا قوت الا بالله. هیچ یاردم کننده در ثواب نیست، هیچ بازدارنده از گناه نیست مگر او خدای عظیم حق. او امروز ما را نیرو داد که ترابه آمدیم، او پیش ما را کشاد که ترابه آمدیم. آخران انبیاء الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، این پیامبر، این محبوب خدا، این ارکه خدا، این دانای خدا، این با عقل ترین خدا امروز پیشوای ما های. ما را اینقدر نصیحت ها میکنه که جوان مرد شوی، به همت شوی، چه شکایت داری از خدا کنی، چیزی میپرسی از خدا کنی. بنده یه درگاه باشیم، بنده یه درگاه باشیم. هزارها بار شکر به این محمد عربی صلی الله علیه و سلم از غلامی نجات من داد، ای فئادالی نجات من داد، ای شخص پرستی نجات من داد. ما شخص پرست بدیم، ما در پیش تمام سلطان های خسروی سجده میکردیم. ما غلام بدیم، ما بت پرست بدیم. 360 بت فقط در درون کعبه بود. این آمد او کشنگ و زنجیر و زولانه ها را شکست و ما را آزاد کرد. بیای بنده لا اله الا الله شوی گو. چه ما او را حرمت نکنیم؟ 23 سال پیامبرای دنیا در پیش پاش می افته. مدینه مرکزی دولت اسلامی می شود، اما یک آدم غلام نمیگیره خودش. یک کس غلام نمیگیره، نمیگه که به من غلامی کنی. جلسه کل عبید، رنگ غلاما در زمین میشینه. گاه گاه خر سوار میشوه،
گاه اسب سوار می شود، گاه شتر سوار می شود، با کودکا بازی میکنه، نرم دیلای، شجاعی، پاکی، همین خیلی زندگی میکنه. در زیر بغلش یک بالشت از خرماهای، یک پلسه که مردم مدینه توفش کرده بدن، از همون بریا در همون میگذره. دی زندگی میکنه، کسی را غلام نمیکنه، کسی را نمیگه بیای من در غلام شوی، میگه شما همتون بنده یه درگاه شوی. چه شکرش نکنیم، چه خیلی شکرش نکنیم تا به این روز نمیگه که من اگر دوستم داشته عاشقم شده گویا که عبده و رسوله ویم بنده خدا ویم رسول الله های. برای همین همتی بلند چیزی بزرگ است. همت ها را بلند گیره، صبر را بلند گیره. خداوند نیروی ایمانی ما را به درجه بلند کنه که ما همیشه مثل یک غنی و بای زندگی کنیم. الحمدلله صبر، نفس غنی گرفتن از همه چیزی بزرگ. همیشه کوشش کنیم از خدا طلب کنیم، همیشه دعا کنیم که خدایا ما را محتاج مخلوق نکن. اگر کردی گدای خودت که، اگر کردی طالبنده خودت که، اگر کردی همیشه سرخم خودت که، غیر خودت در کسی گردن فراوردن دمو طبیعت ما نمیبرداره. این دنیا نه که به این نمیشوه. میگه خوشا به حال انسان هایی که این تعلیمات رسول اکرم فهمند صلی الله علیه و سلم. امیرالمومنین فاروق اعظم پرسیدند که حضرت یگان کسی اختم بزرگ دیدگی در زندگیتون؟ گفت بله دیدم. گفت کی؟ گفت در زمان خلافتون. گفت کجا ده؟ گفت مدینه منوره ده. گفت کیای او؟ گفت بازاری حمال ها، گروزچیکا. گفت چیکار میکردن؟ گفت حمالی میکردن، بار میکشیدن. یک روزی خلافتون بود که خلیفه تماشا کردم میرفتم که منو نمیشناختن، یکی شناختن من. دیدم که در بازاری همون بارکشا همشان شیشتیان، بسیاری آدمای فقیر و بارکش، آدمای ساده میشن، آدمای خوب میشن. و یا نه پروای سیاست دارن، و یا نه پروای بخیلی دارن، و یا نه پروای یگان کاری دیگر دارن، و یا میخه پروا دارن که تا بگره یا نون کار کنن. به ضررترین آدمان همینا هم. باور کنید شما به ضررترین آدم دم ساختمان ها هست. همین ما دم ساختمان ها بودیم، باور کنید خب آدمایی بودن هر یک معویزه تا روز گریه میکردن زمان ها بود. با هم کمتر آدم با پایانتر میبیایی، آبادیتر میبیایی، آدمای نفسدی میبیایی، تمام فتنه را با در همینا میبینی. همین آدمای دل شکسته همو جا آدم میشوند. بیشتر بزرگان میگفتن که ایمان و عمل در کوهستان کو. اما آدمای کمتر با همین روشنی و همین پیشروی دورتر باشن، همه گیره میکنن برای کمتر یک امر معروف. همه دلای صاف دارن، همه عشق علاقه دارن. و میگه دور آمدم بینشان در شیشتم که همشان استادگی. کمی قدشان صحبت کردم، بیرون برآمدم، در بینشان یک تاش با خرابینه. با همین کیستم میگه انداختم و 3 تنگه طلا بود در کف دستش پرتافتم. بعد رفتم میگه حضرونی بازار خبر گرفتم در زمان خلافتم بیرون میبرآمدم که سیله از حمال ها، همین باربردارا، گروزچیکا جمع شدیان و بینشان جنجال دارن. پیش میرن میگه همه ضعیفتر و فقیرترشان همون بیچاره بار رفته همین 3 تنگه طلا را در صرافخانه در ولی و تا معده کرده آورده با همه یاد تقسیم داره. و پیش آمدن گفتم آخه تو خود نانی خوردن نداری، تنت در لباس نداری، من برای تو دادم این 3 تنگه را که تو 3 ماه زندگی تا گذرونی. یک تنگه چی با بین اختان تقسیم میکنی؟ اینا این هدیه خودت بود. گو امیرالمومنین نوری چشم، رحمت برای حرمت ما قبول داریم، خدا خیر قبول کنه. او اما یک روز ما در حضور رسول اکرم شده بودیم، همین گروه همین بارکشا، ما همون زمان صحاباییم. حضرت گفت که روز قیامت من دعا میکنم که خداوند من در بین فقیرای صبر کننده قرار دهد و شفاعت من اول برای مردمی فقیر صبر کننده رسه. من این دولت گو به 3 تنگی تو نمیفروشم، ما همینا رو تقسیم میکنم. من همون حدیث ایمان دارم، میخواهم که فردا در جنت در مجلس ما باشه رسول اکرم.
گو همون ای خودم بالا دونستم که یک فقیره که صبر میکن در راه شریعت طاقت میکنه روز میشه و امیرالمؤمنین گریان میکنه روز میشه و امیرالمؤمنین میگه که من خودم بزرگ دیدم روز میشه و امیرالمؤمنین در حیبت او میترسه اینه بینین که انسان وقتی صبر پیشه میکنه در راهش طاقت پیشه میکنه در راهش وقتی در راهش استواره میدانه که آخرت انمی خیلی روزه بین که امیرالمؤمنین روز او را وصف میکنه گریه میکنه که من خودم همه را بالا دانستم روز حاتمی تای 1000 شتر میکشه برای بزرگای عرب که احسان خره مردم خیر و فاتحه خوانند بعد از اون میگه بیرون برآمدم به صحرا رفتم خارکنی را دیدم که دستاش در درون خون ای خارها و خار جمع میکنه و خار در بازاری یمن آورده یک روایت یا در بازاری لخم آورده میفروشه عراق بعد از او حاجت چمه برآورد میشناختمش گفتم خارکن امروز حاتمی تای 100 شتر کشته برای بزرگای عرب نام داده چرا ترا نمیبینم که در دسترخوانی او بخوری و آشامی و راحت کنی میگه سر برداشت و گفت همین یک درزه خاری را میبرم در بازار میفروشم 4 تنگه به از حکمت حاتمه حاتم میگه از فرامدم و یک عمر همین گونه جوان مرد به همت بهترین فرزندی آدم زیباترین فرزندی آدم اولین روحی که روزی میثاق خدا گفت من پروردگار شما نیستم گفت بله پروردگار مانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خدا گفت حبیب محمد صلی الله علیه و سلم میخوای که تمام کوههای مکه و مدینه رو طلا کنم میخوای که همین زمین همشه برای تو طلا کنم حضرت نخواستن و نه گفت چیزی که باشه در آخرت برای امتام ته اگر حضرت میخواست تمامی همین کوه رو خدا طلاش میکرد بهترین فرزندی آدم بود برای ما نصیحت کرده است که نفساتون بای گیره نفساتون با دولت گیره حضرت سعدی ارواحش نمبرون که در یک داستانش میبیاره میگه گربه در وقتی موش قپیدن خش شیر میگرفته همین گربه همین وقتی موش که سر میکرده رنگ پلنگ میجهیده همین گربه هم که باشه رنگ پلنگ تا نشانته همین گربه را بینه پیشه که بینه در وقتی زور آمدن چشمای سگ کوفته میگیره همین که میده حکم باشه هیچ محل پس نبیای دنیا ده زیرا که ایمان این جوهری درون ای محبت رسول اکرم این جوهری درون ای جوهری درون در یک پله ترازو مانند ایمان تمامی سیاره را در پنش مانند ایمان همش بلند ای برای که ایمان به آخرت می روه و من یستغنی کسی که اگر خش بای گیره چشمش سیر گیره با وجود فقیرم باشه چهرش بلند گیره خداوند او را بای میکرده قلبش پروردگار در داخلش یک نیروی میدادن که رنگ بای بچه ها زندگی میکرده و من یتصبر کسی اگر صبر کنه در فقیری صبر کنه در مصیبت صبر کنه رسول اکرم گفتن رمضان مای صبر مکافات صبر جنت الفردوس قرآن حکایت میکنه جنت الفردوس کیان امتی محمد صلی الله علیه و سلم قرآن میگه یریثون الفردوس اینها وارثای فردوسن الحمدلله ما وارثای فردوسیم که در بین جنت الفردوس در بین عرش رحمان ای ما وارثای اویم کسی اگر صبر کنه خدا او را در صبر یاردم میکنه کسی اگر صبر میکرده خدا او را در صبر یاردم میکرده حضرت بعد از او فرمودن و ما اعطا احد یگان چی را برای شما سر ثواب یگان چی را برای شما سر عمل و یگان چی را برای شما فایده بخش مثل صبر ندیدم امتم صبر همیشه کنه صبر چیزی بزرگه صبر نمک ایمان صبر نمک ایمان
معنی صبر چه؟ لجام کردن. در بسیاری حالات آدم باید خش لجام کنه. همت شیخون بالا دانستن که خارکنی شیخوتن بالا میدونه. ابو سعید خدری صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که مردمان از مدینه منوره آمدن از پیغمبر خدا حاجت پرسیدن، حضرت دادشانه. بعد از او با آمدن حضرت دادشانه. بعد از او با آمدن حضرت دادشانه. پیش پیغمبر دیگه هیچ چیز نموند. بعد از او پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت یگان چیز از غنایم صدقه دیگه هیچ نمونده که ذخیره باشه شماها دادیم، هیچ نمونده. گفت بعد از او حضرت گفت کسی که اگر همتش بلند گیره خدا او را یاردم میکنه. الحمدلله. همین به خاطر دنیا بسیار گدو نشوی. پیغمبر همو رو تنبیه دادن که پس نشوی، بعد اومدن میگیری. اگر کسی عفت پیشه کنه گو همت پیشه کنه خدا او را عفت میتیه، خدا او را یاردم میکنه در غیرت. همین بعضی آدم ها گشنه نخشان سیر گرفته میگردن اما خدا یاردمشون میکنه بود. اما پیغمبر همین خیلی جنجالشون کرده با اومدن میگیری و خیلی خیرگی کرده. همین بعضی آدم ها دستی گدایی دارن، همین دستی گدایی را بلند میکنی به خبره که خدا آبروت میگیره. حضرت میگه در جواب گفتن که و من یستعفف یعفه الله. کسی اگر عفت پیشه کنه، همت پیشه کنه، جوان مردی پیشه کنه خدا او میتیشه. و من یستغنی یغنیه الله. کسی اگر خش بای گیره کو خدا بایی میتیشه. کسی خش اگر همین نیت چه بای گیره و چشمش سیر گیره و استخوانش پر گیره و دیدش دیدگی گیره با خدا همین خیلی نیرو را میدادایشه. بعضی آدم ها هیچی ندارن که همتشون بلنده به خدا قسم. بعضی آدم ها تمام دنیا دست شونده با قلعه کنه کیسه میکنن. به خدا قسم میگم اینا را استخوانشون پسته. تارتنک باری در 10 جا دام ماندگیان با امیر روز ممکن شد تا ان روز فکر میکنه که با یک کجا پگه پول یابیم. برای همین چی باید استخوانشون پسته یاخی. ای خدا طلب کردن در کنه خدا استخوان تسیر کنه، خدا چشم تسیر کنه، خدا چیزی تسیر کنه. این بیننده تمام دنیا در دستشونه، دو چشمشون در نفت دولت های اسلامی هست که همینجا نفتاشون بریم. او قد دنیایی که او دارن، همین قد دنیایی دارن که یک انسان ده با یک پیاله چای خیر نمیتیان. 33 تا یک تا یا 333 تا ثروتمند دنیا هایی که در حساب کردن ثروت اونها دهن در میکنن. یگان مراتبه پدراشون در خانهشون چای دادگی نبیدیان، فقط آشخانه دوارده چای میدادیان. خدا آدم پنیم پیغمبر میگه شما از خدا بایی نه، بایی درونی طلب کنه که خدا استخوان تانه سیر کنه، خدا چشم تانه سیر کنه. باور کنه بسیاری اینا رو ثروتاشون ثروتا ده حساب کردن بایگری اینا ده دهن در میکنن. نه که اگر با بینن یگانجا کمتر آواده با همونجا هم دویده میگیرن، نمیدونن چیکار کنن. چی با سبب چیه؟ میگه این چشمی تنگ دنیا دارا یا قناعت پر کند یا خاک گور. همین چشم ایده حکه ای دنیا دار اینه که تنگ که همین میخوان که همین تمام همین سیاره در درین همین باشن، انا میخوام بفراشم. اگه عزیز سعدی ارواح شما رو با تربیت خوب مونمیت در این رمضان با خدا جاشه به عشق وصل میکنیم که اگر این چشم یا قناعت میکنی سیر میشی، صبر میکنی، یا چی؟ یا خاک گور سیرش میکنن. پروردگار ما را برای راست هدایت کن، ما را از آفت بلا کلفت نگهبان باش، عاقبت کار ما را به خیر و ایمان ما را به سلامت گردان. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار و صلی الله تعالی خیر خلق محمد و علی اصحاب الاجمعین. آمین یا رب العالمین.